همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. خواهرین در زندگانی گنجی نایاب است به ما، خواهرین در زندگانی گنجی نایاب است به ما. قیمت از این قیمت از آن قیمت از جان خواهر است. گرچه دارد خانه و کاشانه و فکری زیاد، لیک فکری دادری خیش دل پریشان خواهر است. گر خماری مادری گم کرده گیرد کس را، در دمی تنهایی بر دل همچو درمان خواهر است. گر خماری مادری گم کرده گیرد کس را، در دمی تنهایی بر دل همچو درمان خواهر است. گاه در دو رنجی او لیک نرنجد اوزی ما چون دل فروزان خواهر است. گاه از اغوای دنیا دور میگردیم. زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. السلام علیکم عزیزان، بیننده ها، تماشابینان عزیز. امروز ما آمدیم به خانواده طاهر بابا خاصیت خاله. امروز جشن زادروزی دختر خاندان البته زلیخا آیتی است. امروز تبریکات را از نام اهل عائله‌شان، از نام طاهر بابا، از نام خاصیت خاله، از نام خواهر راهدورشان زرین آیتی، از نام زینور آیتی، زرنگار آیتی، جیان ها، گل رخسار، دولت شما، باقی مانده همه جیان ها تبریک میگویم. این لحظه های بهترین رو همراه شمایان به هم ببینید. با ما باشید، ما آغاز میکنیم. همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. عزیز زنبانوان خویش و تباران، السلام علیکم. خاصیت خاله، روز خورسندی مبارک باشد. یک تا سلام برای شما بعد دیگران. امروز لحظه های بهترین را مبارکباد میگوییم. برای ما شما لازم بعد از آن صاحب جشن ما زلیخا آیتی و طاهر بابا کنی تا برایشان خرسک میزنیم. به نظام تکلیف میکنیم. زلیخا آیتی بیدیانی من بعد خاصیت خاله بید. همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. خواهرین در زندگانی گنجی نایاب است به ما. خاصیت خاله کوچه پس کوچه بینم میگویم که دویم بی من. مادر عزیز، امروز روز خورسندی را مبارکباد میگویم. زلیخا آیتی زادروز مبارک، 120 ساله شوید، مولود خجسته مبارک باشد. امروز شما را از نام پدر، از نام مادر، از نام طاهر بابا، از نام خاصیت خاله، از مسافرت از نام خواهر عزیزتان زرین آیتی، از نام زینور آیتی، از نام زرنگار آیتی، از نام همه جیان ها، گلرخسار بانو، دولت شاه، همه نزدیکان شما را تبریک میگویم. من گفتم چی گفته تبریک کنند؟ گفتم یک تا خصلت های نیکش را نامبر کنید. امروز آن نفری که زادروز دارد، ما اگر بیمار شویم و یگان چیز درمانیم اگر برای ما راهی حل را نشان میدهد. مصلحتچی ما، خبرگیرک ما همیشه در خدمت ماست. بنا چند سالها بازه مسافری و مسافر شده گشته ایستاده است. خداوند کریم در پناهش نگه دارد و همیشه در سر فرزندان، در سر پدر مادرم ساق و سلامت باشد. مادر جانم برسانید که مشو غمگین اگر دختر بیزادی
و شب غمگین اگر دختر بیزادی که با دختر بود پیوسته شادی بسا دختر صاحب تاج گردد و پیشش 100 پسر محتاج گردد. امروز هیچ وقت دلگیر نباشید. من جیان ها خواهرانتان گفتن زلیخا برای ما خواهر نیست، همچون اکا است. چرا گفتم با مردانوار همچون مرد برای ما پشت و پناه است و همچون کو برای ما پشت و پناه است. همیشه صحت سلامت باشد. و این نیکی های کدگی نغزی های کدگی چه گفتم و زبان عاجز است و همیشه در مصلحت ما تیار است. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پری آب است و دیداری گسل، صبح است که 100 بهار دارد خواهر. تسکین دل امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض روزگارم خواهر. در دیده من محبت این دنیاست، من یاد تو را به دیده دارم خواهر. خواهر خواهر نشان مادر خواهر، بعد از مادر به جان برابر خواهر. دل سوزتر نیست به هر دو عالم، ای مرهم داغ‌های خواهر خواهر. زلیخای زادروز مبارک. همیشه صحت سلامت باشید. شما برای پدر مادر از همه انسانی باوریناک، از همه انسانی که تکیه‌گاه هستید. همیشه برای انوین ها دعا گیری اینها نگردید و اولادتان مبارک باشد. همیشه صحت سلامت باشید. از نام جیان ها، از نام اهل عائله انا همین گلدسته زیبا را تقدیم میکنیم. مرحمت مبارک باشد. قبول کنید. از نام خواهران باز در اینجا توفه ها بود. زرنگارایتی در دستشان البته دستمانه طلا دارم، میخواهم برای خواهر تقدیم کنند. مرحمت. دولت شجاع برای خاله جانشان مبارک باشد. در چی هم خاموش کنید خاله را. بار دیگر زادروز مبارک. لحظه های بهترین را برایتان مبارکباد میگویم. البته زلیخایتی این مردانگری، این نیکی ها از شما هیچ وقت دور نشود. از انسان در این دنیا فقط باغ میماند، نامی نیک میماند. البته در این سن و سالی حال خردکک شما به درجه با حرفای کلام سزاوار نام انسانی گشتید برای نزدیکان خود و همیشه به اهل آنها دست نیکی و یاری خود را دراز میکنید. همیشه مانده نباشید از این خیر خصلت‌های نیک انسانی. زادروز مبارک. مولود را مبارکباد میگویم. اکنون باشد میخواستیم شیرینی را نزدیکتر بیاریم. یک جای طاهر بابا و البته مادر جان من خاصیت خاله شیرینی را میبریم همراه زلیخایتی. زادروز را مبارکباد میگویم. مرحمت. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду больше. Просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье.
امیر بابا میگویند دعای اینه که پدر در یگان جو در نمیمانده است و به درگاه خداوند کریم مستجاب میشد. دعا کنید. مرحمت. من چی میگم دخترم با چی میگم من با دختر نه پسر من با چقدر خدا عمر داده گوشت هم عمر بینه الهی فقط در دوره بگردن رنگ دادیش هیچ ما هم خوک زور نگردن من میگم فقط کجا باشه سوق سلمان باشه اپیشتم اونو دارم چهار دخترم نه چهار پسر این سه پسر برشم من چهار دخترم بخرسه مبارک باشم. حسین خانم مرحمت. Jako to خوش آمده در گوی ما نوری دیده توجیسته سلام خواستم رحمت. دولت شام. السلام علیکم. خوش آمده به درگاهی با هم که اونا خدا جان تبریک میکنم سال بدره لیم سال سال بسر که مون سخت سلامت کرده ما اوکان که کلان شدیم شما عجب میفرسونیم. تشکر. زنگرایتی زنگرایتی مرحمت. اما ها مرحمت. سلام علیکم مهمونکو. خوش آمدید تا نوری دیده درگاه یکیم با میخواهم همه حکیم همه وقت سلامت باشن یعنی که کشه پیر شوند سرکشون برای 4 دخترشون سایبانشون شود زلایخ عمری درازه بین بچه چقدر خدا عمر داده باشد همین عمر بین همه وقت تیز تا سلامت باش لای بختکت شده شود که همه خیلی توی تماشاهم کده بیشتر آرزوی حواس بیدن اگه بیجا باشی ساق باش فقط تینج باش همین میخواهم حسین جان رحمتی کنم. حالا نوبت نصیب خالا نامده است. مادر هستم در اینجا. السلام علیکم مهمونکای عزیز. هر قدر مونده آمده به درگاه توی پاچاکت خوشتون خوش آمده نوری دیده تاج سر ای فرصت بیست قیمت استفاده برده من زرایخواه و سن روز تولدش تبریک نموده 120 ساله شوه و داده لکه 14 کش برسه همه کتو 14 کتو مرسه نوری دیده تاج سر مهمونکو و هم آتو سلامتی عمر دارن تنجی خاطر جمعی میفهمیم سنجا رحمت کارید به بچه معلم جمالова اکنون نوبت شما اومد. مرحبا سعادت خالا. السلام علیکم دوستان مهمونان عزیز. من امروز خواهر من زلیخا را به رجدینی شده ایستاده است. من از نام همه یوسفا تبریک میکنم. سیاه سلامت باش ساق و سلامت گرد سری خود صدایتیم کتی پاچان عمرکی دراز بی روزکای نغز بی همه وقت هم میخوندم توی خونه مراد خونه شود تو ساق و سلامت گرد صد بده رو سلامت باش. جمالова کیره میکروفون. السلام علیکم مهمونان عزیز. اولا خوش آمدید به این درگاه. منم از فرصت استفاده برده یعنی که از مهربانه و خبرگیره که ما چطور که شما گفتید این یک انسانی جدا هم خصلت‌های خوب در این جا داره. من همینم نشینم من تشکیلم شبری سببچی شمیقلی زلیخا می باشه جدا هم مهمان دوست خاکسار دلسوز در مسافری هم گردد که خودی یک تلفن میکنن هفته نیست که باید تلفن نکرد دور بایم باشد که دلش ما با نزدیک من با این جیانم فخر میکنم. لایم یک سه 20 ساله شو بختکتیه بیجای باشی ساق سلامت باش در یورتای مسافری میگردی خدا همراهت باشه. من با یک چیز گفتگی هستم که یک پاچه خوشبخت دارم که 4 دختر نه 4 پسر داره گفته چون جای 10 تا پسر میگیرم من از گفته شما مسئولیت شما سر بری خانه سرکی هم یکم ساق سلامت باشو دائما اولادم خیلی یخله کده است و ما که فخر میکنیم جنک عزیز سلامت باش عمرک دراز شوید. تشکر جمالова. زلیخا که میدانستید که در دلت این قدر نیت‌های نیک بوده است. چند بار تاکید کردن که خالم تبریک کنم گفتن. بگذار زاد روز مبارک باشد. انا همین سین سال مبارکی رجبیانه برای شما نصیب کند و
خاصیت خودم در سرتون تمام وقت دعا گوشته همراهی طاهر بابا قویچه پیرش قیسن نصیب کند. مبارک باشد زادروز. مادران نوبت را اکنون برعکس میدهیم. امروز باز زادروز است و باز یک لحظه زیباست، روز عاشقانه است. شما مادران را ما فرزندان همه دوست می‌داریم. همیشه صحت سلامت باشید. اکنون بیرون برآمده یک تا میرقصیم، خرسندی میکنیم. زادروز مبارک. مرحبا. شبنم گلنار بیا ببالینم آی اوج برار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم آی انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم آی انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم ای بابا بهار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم
نمیشه دندان بودم نمیشه چکی چکی بالا نگیم شتر نمیشه ای یار بیاد دلدار بیاد دیلم رو بودی تو یار بیاد ای یار بیاد دلدار بیاد دیلم رو بودی تو یار بیاد ای یار بیاد دلدار بیاد دیلم رو بودی تو یار بیاد ای یار بیاد دلدار بیاد دیلم رو بودی تو یار بیاد آها کنیم چیکار کنیم ناز دادن گیشترلر آها کنیم چیکار کنیم ناز دادن گیشترلر 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 ناز دادن گیشترلر گیشترلر زن ناز دادن گیشترلر یار آمد و یار آمد خندیده یارم آمد یک باسه طلب کردم چشمش به گریم آمد یار آمد و یار آمد خندیده یارم آمد یک باسه طلب کردم چشمش به گریم آمد آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گیشترلر آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گیشترلر 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 ناز بدن گیشترلر گیشترلر ناز بدن گیشترلر بچه موی جنگیله با من نکن تو هیله مدختری کلابی با من نکن تو گیله دختری موی جنگیله با من نکن تو هیله ناز کرش حقی کن بشی برات سلسله آها کنیم چیکار کنیم ناز دادن گیشترلر آها کنیم چیکار کنیم ناز دادن گیشترلر 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 ناز دادن گیشترلر گیشترلر ناز بدن گیشترلر آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گیشترلر آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گیشترلر 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 ناز بدن گیشترلر گیشترلر ناز بدن گیشترلر اینک عزیزان زلیخایتی رو تبریک کردیم از نام طاهر بابا و خاصیت خاله در خاندان پرفیض شفپور آهلیک مهمان شدیم حدیثه ها رو خوردیم نوای مهمان شدیم در این خاندان و پیشکش شما کردیم با البته طاهر نوای و با شبکه شهنام سلامت باشید. من طاهر نوای طاهر پور نیم.